چقدر لاغر کردی؟ چوب تو آستین پرورش میدی؟ اگه مار تو آستینم پرورش میدادم پسرم روم اسلحه کشید. عجب کلت کشیه پسره. کلت روم نکشید، 7 تیر کشید. 6 تیر بابا. چی؟ میگم 6 تیر، 7 تیر 6 تا تیر داره. بقایه بار رستوران آورد. خانوم بیاین بقایی بار آورده باز. بقایی آورده بذار اونجا میام میبرم. میگه آورده که آورده کلن بگه. داشتم میگفتم کلن زمانه بدی میونه شده. کلامت یه تیکه تریاک چسبیده به سیبیلت. رفت. این همه کار کردی، زحمت کشیدی واسه بچه. نه که ما مرتضی کلن کار نمی کنیم. منظور میگم از شکم خودت زدی. اگه ما مرتضی غذا هم نمی خوریم. بابا هرچی میگم یعنی خودت نپوشیدی، یه غلطی کردی دیگه واسه بچه. آخه ما لباس هم نمی پوشیم کلن. پس تو حقته. خب چی میل دارین؟ آقا مرتضی که غذا نمیخوره. منم یه جوجه‌مون رو تست کردین؟ بله من قبلا جوجه‌تون رو خوردم. الان فقط یه کوبیده‌مون چطور؟ کوبیدن خوردم. فقط من الان یه چلو برگامون خانم عالیه. بابا زر نزنید یه دقیقه. هم کوبیدتون رو خوردم، هم جوجه‌تون رو، هم برگتون رو. این دفعه اگه ممکنه جیگرتون رو بخورم دو سیخ. من الان چی کار کنم؟ من علافم آقا اینجا. تو هم فعلا در تو بذار. جاد میگم در تویه هست، بار تو فعلا بذار اونجا. اگه منم برم دیگه با اجازت. مراقب اون کلت کشا باش. کلت نه 7 تیر. باش حالا 6 تیر. مراقب اون کلت کشا باش.